امروز میخوایم بریم سراغ 13 تا حقیقت عجیب ولی کاملا واقعی که درباره کشورهاییه که فکر میکردیم کشورهای نرمالی هن. اما معلومه که توی این کشورها قوانین عجیب و غریبی وجود داره که این قانونها کاملا هم رسمی هن. تا پایان ویدیو همراه ما باشین. نروژ زندانها شبیه هتل 4 ستاره. تصورت از زندان چیه؟ میله، دیوار خاکستری، غذای افتضاح. اما در نروژ اینطوری نیست. اونجا زندانها مثل هتل مرتب و تمیزن. اتاق شخصی، تخت راحت، میز کار، حتی کلاس موسیقی و ورزش. هدفش چیه؟ تنبیه نیست. اصلاح شخصیت و بازگشت سالم به جامعه است. و عجیبتر این که آمار تکرار جرم توی این کشور بسیار پایینه. سنگاپور آدامس ممنوع. اگر بری سنگاپور و وسط خیابون آدامس بجوی ممکنه جریمه بشی. چرا؟ چون یه روز خیابوناشون پر بود از آدامس‌های چسبیده به آسفالت و صندلی‌ها. دولت کلاً واردات آدامس رو ممنوع کرده و الانم فقط نسخه دارویی نیکوتین مجازه. در ژاپن بابت تأخیر 20 ثانیه‌ای هم عذرخواهی میکنن. قطار توی ژاپن 20 ثانیه دیر میرسه. اپراتور بلند میگه با عرض پوزش این قطار با تأخیر مواجهه. اونم فقط 20 ثانیه. ژاپنی‌ها فرهنگ نظم و احترام رو به سطح جدیدی بردن. برای همین هم دقیق ترین شبکه ریلی دنیا رو دارن. توی ژاپن چاق بودن ممکنه غیر قانونی باشه. اگه بالای 40 سال سن داری نباید دور کمرت از حد خاصی بیشتر باشه. اسم این قانون متابوه. شرکت ها موظفن که دور کمر رو اندازه‌گیری کنن و اگه کسی چاقه باید برنامه رژیم غذایی براش بریزن. ایده‌اش هم فقط به خاطر سلامت جامعه است، نه تنبیه فردی. توی سوئیس نباید فقط یه خرگوش داشته باشی. آره، تنها داشتن فقط یه خرگوش توی سوئیس غیر قانونیه. چرا؟ چون خرگوش ها حیوانای اجتماعی هستن و تنهایی افسرده‌شون میکنه. برای همین قانون میگه یا 2 تا خرگوش نگهدار یا اصلا نگه ندار. مهربونی به سبک قانون گذاری. از طرفی توی سوئیس سربازا تفنگشون رو با خودشون میبرن خونه. بعد سربازی تفنگ میدن دستت ولی بدون فشنگ. هدفش چیه؟ آماده باش ملی و حفظ امنیت. سوئیس هیچ وقت ارتش دائمی نداشته ولی ملتش همیشه آمادن. اما بریم سراغ ایسلند. داشتن سگ یه زمانی ممنوع بود. توی دهه 1920 سگ ممنوع بود. فکر میکردن عامل بیماریه. تا سالها مردم فقط گربه داشتن. الان قوانین شلتر شده ولی گرفتن مجوز سگ هنوز سخت‌تر از گربه است. اما توی فنلاند برای استراحت حقوق میگیری. توی بعضی از اداره‌های فنلاند کارمندان مرخصی استراحت ذهن میگیرن. بری کتاب بخونی، بری بخوابی، دوچرخه سواری و همینطور حقوقت رو بگیری. فقط نری سر کار دوم. بهش میگن سرمایه گذاری روی مغز سالم. توی چین فقط یک منطقه زمانی وجود داره. با وجود اینکه این کشور خیلی بزرگه، همه جا ساعت پکن رو دنبال میکنن. نتیجهش چیه؟ بعضی مناطق ساعت 10 صبح هنوز هوا تاریکه ولی طبق ساعت رسمی باید کار رو شروع کنن. توی نروژ درآمدت برای همه قابل دیدن. هر کسی میتونه وارد سایت اداره مالیات بشه و ببینه بقیه چقدر درآمد دارن. قانونی، رسمی هم هست. ایده‌اش چیه؟ شفافیت، کاهش تبعیض و فرار مالیاتی. توی لیختنشتاین میتونی کل کشور رو اجاره کنی. با $70,000 میتونی برای یه روز این کشور اروپایی رو اجاره کنی. اسم خیابونا رو عوض کنی، پرچم خودتو بزنی، حتی مهمونی سلطنتی بگیری. فقط رئیس جمهور نمیتونی بشی. توی کره جنوبی سن شما 1 سال بیشتر حساب میشه. در لحظه تولد شما 1 ساله حساب میشه. هر سال نو 1 سال به سن شما اضافه میشه. یعنی اگر 31 دسامبر به دنیا بیای فرداش 2 سالته. البته دولت داره سیستم بین‌المللی رو جایگزین میکنه ولی این موضوع هنوز توی فرهنگ مردم هست. اما در مورد سوئد کسی دوست نداره از محل کار زودتر بره. حتی اگه کارت تموم بشه نمیری. چرا؟ چون فرهنگ برابری حاکمه. اگه تو زودتر بری یعنی بقیه کار دارن یا تنبلن. برای همین مردم میمونن تا همه با هم برن. خب اینم 13 تا از حقیقت‌های عجیب ولی واقعی توی کشورهایی که فکر می‌کردیم معمولی‌ان.
اما دنیا خیلی رنگین‌تر و غیر منتظره تر از چیزیه که توی نقشه میبینیم. اگر از این مدل ویدیوها خوشت اومد لایک یادت نره، سابسکرایب هم فراموش نشه و حتما توی کامنت ها برام بنویس کدوم کشور برات عجیب تر بود یا خودت چه قانون عجیبی رو شنیدی.